دوستای عزیز، عید همه شما مبارک. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. الله متعال اعمال صالح ما و شما را قبول بکنه. دوستای عزیز، یک سوال میشه: چه قسم انسان بفهمه که روزیش قبول شده یا نشده؟ مثلا ما مبارک رمضان روزه گرفتیم، تراویح کردیم، نماز خواندیم، عبادت کردیم، قیام اللیل، همه چیز چشم خدا حفظ کردیم، گوش خدا حفظ کردن، دستای خدا. یعنی مسلمان ها در یک ماه مبارک رمضان کاملا اعضای بدنشان روزدار بود و حتی بسیاری خوراک های حلال به خاطر حکم الله ترک کردن. ارتباطشان با قرآن عظیمشان، با عبادت، با نماز، با جماعت، با مسجد بسیار زیاد شده بود. کمک با فقرا، صدقه فطر و دیگران. دوستان عزیز، آل روزه خلاص شد و عید آمد. اینجا باید انسان یک سوال جوابش داشته باشه و او سوال چی است؟ او سوالی است که آیا روزه من قبول شده یا نشده؟ یک آیت قرآن ایره برای ما شما بیان میکنه. الله سبحانه و تعالی میگه که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی فرض شد بالای شما روزه ماه مبارک رمضان چنان که فرض شده بود بالای امتهای قبلی. هدفش لعلکم تتقون، شاید که شما تقوا حاصل بکنید. اینال اینی یک ماه عبادت و اطاعت ماه تریننگ است، ماه تمرین است. تمرین تقوا، تمرین ایمانداری، تمرین ارتباط بسیار خوب قوی با الله، ارتباط خوب با قرآن، ارتباط خوب با مساجد، ذکر الله، عبادت الله، اطاعت الله. کل زیره تطبیق حکم الله بالای خود، بالای چشم خود، بالای گوش خود، بالای اعضای بدن خود. بنابراین این کلش بر چی شد این تمرین لعلکم تتقون؟ این به خاطر ازی که 11 ماه دیگه انسان با تقوا شود. شما ببینین اگر یک کسی شما استخدام میکنین در یک کار، او شخص اگر کاری خوب میکنه، که یک کسی قرارداد میکنین، که چند نفر قرارداد میکنین که یک ماه به پیش شما کار بکنن. وقتی که یک ماه کار کرد، معاش برش دادیم. شما دیگه هم نفر کار دارین، 11 ماه دیگه هم که تان کار بکنن. اینال او کسایی که در این جمله مزدورهایتان، کارمندایتان، کارگرایتان که کارشان خوشتان آمده، شما اونا را میگین که باقی مانده 11 ماه هم بین و چی کنین؟ امرای ما کار بکنین. و وایی که خوشتان نامده بود، باز او را جواب میتین و برشان میگین که پیسی بگی برو بخیر. کسایی که صادقانه، مخلصانه و واقعا با تقوا شدن، الله متعال روزی از اونا را قبول میکنه و 11 ماه دیگه هم بر از اونا توفیق میده که چی کنن؟ همین قسم که در ماه مبارک رمضان بود، 11 ماه هم همین قسم در طاعت، در عبادت، در تطبیق احکام الله، تطبیق شریعت الله سعی و تلاش میکنه. اما از کسی که مجرد عید اعلان شد، ترکت همه خوبی ها را و شروع کرد دوباره به غیبت، شروع کرد دوباره به حرام، شروع کرد به استعمال منفی چشم، شروع کرد به استعمال منفی گوش، شروع کرد به موسیقی و ساز و فیلم های مبتذل و چیزهای تیک تاک های مبتذل و چیزهایی که به دردش نمیخوره و عید دوامدار و قرآن بیخی ترک کرد و نماز جماعت بیخی یادش رفت دیگه، حال تلاوت قرآن نیست، عبادت نیست، نماز هم کل چیز ترک کرد. پس معلوم میشه که این شخص روزیش قبول نشده. پس ما و شما سر از امیال تصمیم بگیریم که یا الله، امی قسم ما در ماه مبارک رمضان بودیم، بعد از ماه مبارک رمضان هم ما را توفیق بده که امی قسم با تقوا باشیم و این عمل ما را یا الله تو قبول بکن و توفیق بیشتر بده که 11 ماه دیگر هم با تقوا زندگی بکنیم. الله متعال همه ما و شما را این توفیق نصیب بکنه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.